سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش اینکه چطور با 360 آرپی 100 بگیرید. خب این کار خیلی ساده است، فقط شما باید وارد بخش آرپی بشید. خب موقعی که وارد شدید چند تا کار باید انجام بدید که من اون کارا رو توضیح میدم، شاید بعضی از پلیر هم بدونن این روش رو. نگاه کنید، شما وقتی وارد بخش آرپی میشید، اگر دقت کنید اینجا یه بخش هست که شما میتونید با 360 الهات 50. خب حالا من یه کار میخوام یه روشی رو بهتون توضیح بدم که شما هم الهات 50 هم الهات 100 کنید و هم 360 رو پس بگیرید. خب اول آرپی خودتون رو به 50 میرسونید، میایید داخل بخش آرپی و آرپیتون رو از لول 0 رو به 50 الایت میکنید. خب اینجا شما 360 رو پس میگیرید و همچنین شما هنوز میتونید ادامه بدید به جمع کردن آرپیتون. بعدش که شما جوایز تو آرپی 50 رو روی قسمت الایت میگیرید، شما بازی میکنید و دوباره آرپی خودتون رو به 100 میرسونید. بعدش دوباره وارد همون بخش میشید و الایت 50 تا 100 رو میکنید و 360 باز پرداخت میکنید و بعدش اگر جوایز رو بگیرید توی آرپی 100 شما باز هم میتونید 360 رو پس بگیرید. این هم بود از روش امروز تا بتونیم آرپی 100 انجام بدیم. خدا نگهدار.